اومدیم یه رستوران خیلی خوشمزه بگیم واقعا که رستوران بزرگمهره. این رستوران ببینین کجا قرار داره، رستوران خیلی باحالیه. خود این چیز بزرگراه فتح یه قلعه‌ای هم داره که معلومه دیگه. زیر این سر این چهارراه که آدرسشون پایین میذارم، بریم تو. آقای شیخ رضایی هم اینجا هستن و آره ایشون آقای شیخ رضایی هستن که صاحب رستوران هستن. دنیا تو بازار اومدم نوروزخان. عرضم به حضور شما که پدرم کافه توکل داشت، نرسته به 4 سکوچی. سال 1325 اونجا رو خراب کردیم، پاساژ توکل ساختیم. همه اسم کافه رو گذاشتیم سرای توکل. من از همون موقع اومدم بازار. یعنی اولین کاری که میکردین از شاگردی از شاگردی در دکانه 3-4 تا تاجر و کاسب شاگردی کردم تا سال 1126. آفرین. از 18 تا 26 هم برای خودم مغازه داشتم. کجا؟ همون بازار صحافا نرسه به نایب شدایی. به نام چی بود اونجا؟ پارچه فروشی بود و دوخته فروشی بود و بعد از اونم یه ملکی خریدیم تو مزرجمری رو، کردیمش نمایشگاه اتومبیل بزرگ. سال 1340 افتتاح کردیم اونجا. بعد از اون شروع کردیم به مسافرت خارج و داخل و بهترین بنزای ایران هم می‌آوردیم از آلمان. نچه؟ من که خریدم سال 1140 خریدم. سرویس کامیون بود اینجا. سرویس کامیون بود و یه قهوه‌خونه جلوش بود. قهوه‌خونه رو تبدیل کردیم رستوران. از سال 51 به بعدم اینجا رستوران. از قبل از اون نمایشگاه و قبل از این نه، نمایشگاه که اون بود در نو خریدم. اصلا اینجا رو از اول رستوران اینجا رو سال 40 خریده بودم. سال 51 رستوران شد. 51. بعدش 51 سال هم مشغول. چه غذاتون معروفه مردم میان؟ همه غذاها معروفه. همه غذاها معروفه. پدرم هم قهوه‌خونه آینه رو داشت، اول ناصر خسرو که الان شده پاساژ آینه. توی کاسبی باید چه ویژگی آدم داشته باشه که بتونه کاسب باشه؟ یعنی انقدر باید پهلوان باشه که راستش رو بگی. اگه نگی مشتری راستش میگه میره دیگه نمیگه. اون راستش رو میگه. آفرین، قشنگ بود. مشتری راستش رو میگه دیگه هم نمیاد. خود آدم باید فعال باشه، پول در نظرش نباشه. من اینه خریدم پولدار شدم، ولش کن کاسبی اینجا درش بسته میشه. خب اینم غذاهایی که ما گرفتیم با آقای تجاری اومدیم اینجا و بالاخره این گوشت گوسفندیه، اینم کوبیده گوسفندیه که میخواییم تست کنیم ببینیم چطوره. یه خوشمزه گوشت گوسفندیه، ببینین کاملا من چیز خوشمزه که یه آبکی هم هست. چراتون خالی؟ چطور آقا؟ غذای شما خوشمزه است؟ چطوره؟ خوبه؟ عالیه. در کنار شما بودم بیشتر میشه. عالی، شما عزیزید، بزرگوارین. جای دوستان خالیه. جای همه دوستان خالی. ببین چطوره؟ آره. آدرسش هم اینجا همین پایین هم هست، نوشتیم، هم خود حاج آقا هم گفتن. ببینیم آقای بیجاری بخوره، ببینم نظرشو بده در مورد غذا. طعم خوبی داره.
خوبی داره جالبه که اینجا نهار رو فقط میدن و شام خبری نیست، یعنی فقط یک وعده غذا میدن و ظاهراً تمرکزم کردن فقط روی این یک وعده غذا. این خودش هم جذابه. حتما یه سری بزنید اینجا. تهران، اطراف تهران، شهریار، شهرک قدس، درسته؟ همینجا شهر قدس. آره روبروی فتح و هم این خود این چیز بزرگراه فتحه. یه قلعه‌ای هم داره که معلومه دیگه، حالا از بیرون هم براتون میگیرم ببینید. خود آقای شیخ رضایی هم حتی اینجا نهار میخورن. یعنی بعضیا شاید تو رستورانشون نهار نخورن. نوش جانتون. ایشون هم حاج مرشده که توی بازار حاج مرشد خودش معروفه، یه بحث چلو خورشت و خود کبابش رو که ماجرای قشنگی هم داره، اینکه بچه‌ای که می اومدن از بازار کباب بگیرن برای اوستاهاشون بهشون لقمه میداده، یه لقمه کباب و عرضم حضور شما تعدیق بهشون میداده. آشپزخونه‌شون هم یه لحظه خب بریم با هم دیگه آشپزخونه رو با هم دیگه ببینیم. نه همینجوری داشته باشیم صداتون. خب اینم آشپزخونه تمیزشون ببینید. به به به. سلام علیکم. خوبین؟ سلام علیکم. سلام. خدا قوت. قربان شما. چه غذاهایی اینجا کاملا آقا رضا عاشقه و به کارش خیلی عشق داره. خیلی عالیه. عاشقی خیلی خوبه دیگه، تو کار باید عشق باشه. شما عاشق رضا. این آشپزخونه تمیز، بچه‌ها نگاه کنید واقعا کفش رو ببینید تمیز. اکبر آقام که دیگه اونور سالن رو دارن و آره سالن دارن. خیلی عالی. ببینید بچه‌ها کاملا ما سرزده اومدیم، تمیز. اینا محل پخت و پزمونه. ببینید چقدر تمیز، چقدر شیک، عالی. چه پخت پز میکنن و دیگه آشپزخونه شون. اینا محل ظرفشویی. آره ظرفشویی و که ظرفشون صدای غاز هم که میاد و اینا مجاور کبابمونه. غاز آتمی آقا رضا زیتون کله. خیلی عالی. تو روزانه موقع کار کنم. بعد اگه تلویزیون دیدیم به ما مربوط. کباباشون رو ببین چه کبابای خوبی هم دارن. خدا قوت. دستگاه بسته‌بندی. خیلی خوبه. دستگاه بسته‌بندی هم دارن. آبدارخونه بود، سالاد بنده. خیلی عالی. کاملا اینجا مشرف به سالن هم مشرف به آشپزخونه. کاملا میتونیم ببینید. و خودشون هم عرض کردم همینجا غذا میخورن. این خودش یه ویژگی رستورانداریه دیگه. رستوران خیلی خوب و بزرگ و حتما با دوستاتون بیاین. سردخونه‌ای که من دارم توجه میکنیم فکر نمیکنم تو ایران رستورانی داشته باشه. داشتم عرض میکردم که اینجا ما همینجوری سرزده اومدیم و واقعا هم آشپزخونه تمیز و خیلی عالی داشتن و ایشون هم میفرمایید این کار رستورانداری یه جوریه که ملک شما خودت نباشه زحمتت نداره. این نکته هست خیلی عالیه. چرا؟ چون باید بعضی مدت بدی و بری دیگه، درسته؟ نه بدی و بری، میخوای تو به دیواری میخوای تو سابل که نمیداره، میخوای چا بکنی سابل که نمیداره، میخوای راه و عوض کنی نمیداره. 10 تا زحمت میکشی میگه خالی کن برو. تو ایران بهترین نمایشگاه تو ملو من داشتم. نمایشگاه بزرگمه هم خالی هم تو راحت بوده اینو. من که شما خودم هم تو درشا هستم. بهترین ماشین، بهترین بنزه کرایه ایران رو من میدم. از مشهد شما بگید که اینور داره. آستارا
کرمانشاه. الان ماشینا چطورن این کیفیت هایی که میبینیم؟ الان ما بستیم یه ماشین از خارج نمیشه بیاری نمایندگی هم که نه اینایی که الان اینجا تولید میشن رو عرض می‌کنم. منظورشونه که من نداشتم نمیدونم چی که نمیدونم الان چی سوار میشه نمیشه یه 206 206 بنزی از این 206 بهتر بود درسته؟ 100%. یعنی قدیمیش الان فرق داره با این. این ماشاءالله صندلیاش جادار بود. اصلا مطمئن بودم من یه دونه 76 بنزشم مفت بودم 4 میلیون جلو رو خود من یارو سندش اومد یه ایراد داشت فروخته بود 100 میلیون بعد از 4 سال چه کار کرده بود. یه دونه بنز 73 200 هم که جا خوابونده بودم ساعت 10 تا 12 سال خوابونده بودم فروختم 60 میلیون. یارو 200 میلیون خرجش کرد که باشه ماشین قدیمی سوار. بله 8 سالم بود تو بازار شاگرد میدم میرفتم با تو اوستان غذا بگیرم هر را که میرسم یه تیکه تدیگ به من میداد میخورد. تدیگ چرا؟ میدونین چرا این کارو میکرد؟ نه دیگه یه وقت من در غذا رو بانم کنم دست بزنم چه فکری میکرد؟ غذا رو میخوردن و ازم بزرگشون میاوردم میردم. لیست صندلی هم نداشت. بله سکو داشت توی سکوچی داشت این سکو داشت اینجا شما ببینید این صندلی داره این صندلی های رستوران بابامه که داد بهش با بابام که رفیق بله بابام رفیق بود موقع که ما اونجا رو میخواستیم پاساژ کنیم بهش گفت بگیم این صندلی هر چی میخواه برده برو با همین لباس همیشه وای میستم. آقا مرشدی بود. تو بازار یه آقایی در مسجد عبدالله خان قهوه خونه کوچولو داره. بله بله بله. میگه من مال 200 سال پیشم در صورتی که دروغ میگه. دروغ میگه. خودش که 200 سال نداره. نه میگه من قدیم بودم اونم قهوه خونه قنبر همچین بوده و چی فلان بوده قهوه خونه آینه فلان بوده. کاری نداریم. ولی خب برای اینکه بخوان برندهاشون رو قدیمی جلوه بدن مردم عوض میشن. اینم هر چی دلش میخواد میگه. بله. پشت دکان آقا جاویداد جعفریه توی راهروی مسجد عبدالله خان. یه پیرمردیه مثلا فکر کنم بوده 70 تا 60 سال. بله. یعنی که مردم میگن حرفایی که کسی هم نمیدونه. این آدرس‌ها رو جدید میدونن ارزم بازوی شما. یا اون صاحب بس منن نمیدونن کجا هست، میدونه اعدام نمیدونن کجا هست. همه اسم هم عوض شده. عوض شد. دلار نمیدونم کجا مخبر دولارش هم باز نمیدونن. یه اسم دیگه بودش. نازمون رتنگاه. یه اسم دیگه خیابون استانبول چهارراه استانبول نمیدونم لاله زارنور خیابون منوچهری اینا همه اسم قدیمیه. چون تهران جایی نبود. تهران تا اونجایی من میدونم جایی نبود. یه خیابون شاهرده بود یه دانشگاه وسطش بود بقیه‌اش زمین خالی بود و یه 7-8 تا مغازه. من خود میدون استقلال چیزی نداشت. من برج چیزی که چیز ساختن چیه میدون فلان اینا آره دیگه زمان شاه اواخر ساختن که نیمه کاره بود موقع کارم. حالا خیلی از چیزایی که الان هم ساختن نقشه اون موقع بود. حتی میگن برج میلاد هم مثلا نقشه خود خیابونی که شما می به طرف از سرشار پهلوی میاد به طرف کرج شما تقریبا 2-3 قواره وارد خیابون میشدی همش دست چپت زمین خالی بود. میرفت جلو تا میدون شهریار تا میدون شهریار همه زمین خالی بود. بعدا ای ساختن اون دانشگاهی که ساختن اونجا دانشگاه شریف اونجا رو آباد کرد بالاترش دانشگاه تهران آباد کرد. دانشگاه تهران جایی نبود وسط بیابون. دانشگاه تهران مثل که پادگان بود که رضا شاه میاد. میگم پادگان بوده مال نظامی بوده دانشگاه. پادگان
پادگان پشت دانشگاه تهران بله. پادگان بود که ما یادم سربازا میرفتن اونجا رژه میرفتن. پشت دانشگاه. آره. خود زمین دانشگاه یه محوطه بزرگی بود که اون مهندس رازی رضا شاه میگه برو ببین مال کیه، میگه مال فلانه، ببین چند میگه نام مثلا 350,000 تومان. میگه پولش رو بگیر برو اونجا رو بخر. دانشگاه رو همون موقع خرید و ساخت که ما که یادمه 1314 15 دانشگاه شروع کرد به ساختن. بله. شما 2021 که در رسن شرف من میرفتم ارزم حضور شما که نیمه کاره بود. اولین دانشگاهی هم که ساختن دانشگاه پزشکی بود. بعداً حقوق و اینا همه رو ساختن. شما چه سالی به دنیا آمدین؟ من 10. چه ماهی؟ آبان. آبانی هستی. چند آبان؟ 14. 4 آبان 1310. خدا عمر بده بهتون، سلامتی بده. چرا سال دیگه بیایم برای حاجی تولد بگیریم؟ انشالله سلامتی. خیلی ممنون از اینکه صحبت کردین و اینکه خاطرات زیاد خاطرات دیگه. از استرخان دیگه اونم خود همجدیه جایی نبود، تهران هیچ جا نبود. هم 3-4 خیابون هم شما میبینید اینو زمان رضاشاه ساختن. حالا یه سوال، این دوران بهتر بود یا الان این دوران؟ زندگی خوب بهتر از همیشه بود. هیچ فهم پول مسئله این است. به زندگی آدم پول پنی بخوره جالب دارم. حالا همین اون دوران بهتر زندگی میکردن؟ بهتر بود، ما بهتر بود ها؟ سرگرمی گردش و تفریح بود که طول تجریش بود، نمیدونم بلحک بود، میرفتیم تابستون هم میرفتیم بلحک، زمستون هم میرفتیم نوروزخان. مردم عامیانه تر زندگی میکردن، راحت تر. دغدغه ها کمتر بود. همدیگر بهتر میشناختن. توقع هم کمتر بود اصلا تو زندگی کمتر بود، بهتر همدیگر میرسن. زنان تو خونه کارکن بودن و الان خیلی فرق. کسی ماشین لباس شویی نداشتن، تو ماشین ظرفشویی نداشت، کسی نمیدونم گارد و چیچی و فلان نداشت. سال یه دفعه ما تمام لوازم آشپزخونه می‌ریزیم سفیدگری زیر بازارشمون سفید کن. سفید می‌کردیم، نه اینکه برن دوباره بخرن. نه اصلا تو آلومینیوم رد نبود چیزی بپزن. ظرفا باید همه مسی باشه. خوشخوابا که جلو ما می‌ذاشتن مسی بود، عین این. می‌ذاشتن دنگ هم آدم. یه زندگی عامیانه بود، صبحی رشد کرد. ولی این اواخر دیگه 40-50 سال اخیر دیگه بد شد، ول شد من. کسی سلاله هم دیگه رو نمی‌شناسه. کی کجاست؟ شما یه آپارتمان می‌رید 10 طبقه است. تو این 10 طبقه مورد 10 شهرستان که زندگی می‌کنید. سلام علیکم. بچه‌ها با اینا بزرگ میشن، می‌بینی اخلاقش یه دیگه اسلامیه، دختر سمنونیه. مال رشته. هر کدوم که دیگه قاطی شدن. بچه‌ها می‌فرستی دانشگاه می‌بینی زنگ گرفته کجاست؟ رفسنجان. حاجی خدمت سربازی هم تشریف بردی؟ نه من زمان مصدق 100 تومن دادم معاف شد. 100 تومن؟ بله کسر بودجه داشتن. زمان مصدق اعلام کردن هر کی سربازه بره سربازشو بخره. ورزش حرفه‌ایتون حاجی، ورزش حرفه‌ایتون چی بوده؟ حرفه‌ایم شنا و ارزم بزرگ شما که هوا هم داریم؟ کشتی و نه کشتی میگیریم؟ تو خونم وسیله زیبای هنده بدنسازی داشتم. هفته 2 شب با بچه‌ها بازار می‌اومدن خونه. آقای بیجاری خودش رزمی کارن. ایشون خودشون رزمی کارن. بله. نه چیزی علاقه‌مندی میشه نو. دوچرخه سواری چی هستی؟ دوچرخه سواری هم داشتم، دوچرخه سواری. باشگاه میرفتی؟ تهران کرج. آره باشه. کارتتون از کارت باشه دوچرخه سواران میرفتم. باشه دوچرخه سواران پاتوقم بود و ازم بزرگ شما که دوچرخه هم داشتم می‌اومدیم. ما یه دفعه هوا خوب بود 2 دفعه با دوچرخه ما تهران اومدیم کرج برد. با دوچرخه؟ جالب. یه سری جذاب داره
عکسای قدیمی تهرانه و دقیقا تو اون رستوران تختی و قشنگه. اینا هم که تحصیل در سفارت انگلستان و دوران مشروطه یه دعوایی بین خود مجلسی ها و دولت بود و درسته قربان؟ آره. خب اینجا هم که سلام علیکم. خدا قوت. هر کی از ما برده است ما بردیم. قشنگ. خدا قوت، خدا قوت. بریم نگاه بکنیم. اینا چیزای قدیمیه؟ نه؟ بله. 1334. کارت بهداشت داره؟ مال کیه؟ مال آقای پدر بزرگ شماست. چه خوب. چه جالب. اینا. آره اینجا کارت بهداشت و باشگاه ورزشی دوچرخه سواران و باشگاه ورزشی. آره آمده است. آره عکس خوشتیپیه. آره حاج نصرالله شیخ رضایی مؤسس قهوه‌خانه آینه. این برنامه کسب الانشونه و چون که تمیز و خوب و این هم عکسای قدیمی از دروازه تهران و حتما بیاین اینجا یه سری بزنیم. درست آقای بیجاری کجا؟ بله. آدرسش آقای بیجاری چون؟ آدرسش میشه دقیقاً. تهران، شهر قدس، بزرگراه فتح. بزرگراه فتح. یه فضای خیلی خوب و دوستانه‌ای هم دارن و با عکسای خیلی قدیمی هم که حتما بیاین و ببینید. من و خود آقای بیجاری هم که اومدیم امروز اینجا و کلی هم لذت بردیم. غذا هم خوب دیدیم. جای همگی خالی. حالا جای همتون خالی باشه. حتما اومدیم اینجا بگین آقای فیلمی که آقای بیجاری و حالا در بیاد دوست داشتن حتما خدمات بازم بهتری بهتون میدن چون خدمتشون که عالیه. بازم خدمت بهتری کنن. درست قربان. خیلی ممنون که همراه ما بودین. حتما سابسکرایب کنید، ما رو دنبال کنید و به دیگران هم معرفی کنید. با من همسا شو دست سفر شو دوست عزیز کن عالم رو سا بس فکرای کن برای دوستانت بفرست.